سلام و درود نیسارتان عزیزانی دل، درودی بهاری بهرتان آوردیم. باز هم با برنامه نوبتی استعداد. مهمانی امروزه برنامه ما باشند یک گل دخترک زیبا هستند از مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 71. شما را به برنامه خوش آمدید میگوییم و میخواهیم اینجا برای تماشابینان خود را معرفی بکنید. سلام گویم اول نام خدا گویم، با پیغمبر سلام گویم، سلام مستجا گویم. من بابا نیاز و نگاره خواننده صنف 4 وی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 71 غالب دور شهری آزمون شاهنامه خوانی می باشم. خوش آمدید نگاره و من اینجا یادداشت میکنم که نگاره بانو غالب دور شهری آزمون شاهنامه خوانی هستند. اینچنین برای اشتراک در آزمون جمهوری فروغ صبحی دانای کتاب است آمادگی دیده ایستادند و میخواهند در این آزمون اشتراک نموده سزاوار جای اول بشوند. ما به شما موفقیت خواهان هستیم، زیرا که همین چند روز بعد دور شهری آزمون جمهوری فروغ صبحی دانای کتاب است برگزار میگردد. آمادگی ها چگونه است؟ آمادگی ها خیلی خوب است. شما به خود باوری دارید؟ پورا آماده هستید؟ بله، من به خود باوری دارم. ما نیز امیدوار هستیم که همین باوریتان باعث فرح شما، باعث غالبیتتان بگردد در دور شهری آزمون جمهوری شاهنامه خوانی. شما سزاوار جای نمایان گردیدید. با کدام شعر در آنجا اشتراک کردید؟ من با پارچه از شاهنامه که کشته شدن سهراب از دست رستم نام دارد در آنجا اشتراک کردم. می توانید اینجا برای تماشابینان اون شعر را کمی قرائت بکنید؟ بله. میشنویم. دیگر باره اسپان ببستند سخت، بسر بر همه گشت بدخواه بخت. هر آنگه که خشم آورد بختیشون، شود سنگ خارا با کردار مو. با کشتی گرفتند نهادند سر، گرفتند هر دو دوال کمر. سپهدار سهراب آن زردست، تو گفتی که چرخی بلندش ببست. تشکر، سلامت باشید. در دوری شهری اشتراک کردید، در دوری مکتبی نیز غالب آمدید. کی شما رو تیار کرده ایستاده است؟ با کی شما آماده می شوید؟ من با آموزگار خود اشانقل و نگینه آماده شده ایستاده ام. سخت نیست که شما هم درس مکتب رو میخونید هم برای آزمون آمادگی میبینید؟ نه، برای من این دشوار نیست. دشوار نیست. در خانه به شما کی کمک میکند؟ در خانه به من بیشتر مادرم کمک میکنه. و شما به مادرتان در کارهای خانه میتوانید کمک کنید؟ بله، من به مادرم در کارهای خانه یاری میرسانم. با کدام کارهایشان بیشتر یاری میرسونید؟ برای بچینی خانه، شستن ظرفها و دیگر کارهای خانه به آن کس یاری میرسانم. به همه آن چطور وقت میابید؟ هم درس مکتب رو میخونید هم به آزمون آمادگی میبینید، باز میگید به مادرتان کمک میکنید. وقت میرسد؟ بله، وقت میرسد. اگر که وقت میرسد یعنی که نگاره وقت خود را خوب استفاده میکند و از هر ثانیه وقت خود ثمرناک استفاده نموده هم به کارهای مادری خود یاری میرسانند، هم درس مکتب را میخوانند و هم برای آزمون آمادگی میبینند. در مکتب باباهای چند میخونید؟ من در مکتب باباهای خوب و اعلی میخونم. کدام فنها رو بیشتر دوست میدارید؟ به من همه فنها معقولند.
از همه زیاد کدامش پسند است؟ زبان مادری و متماتیکا. متماتیکا. درباره زبان مادری یگان شعر میدانید؟ بله. کدام است؟ زبان در دهان ای خردمند چیست؟ کلید دری گنج صاحب هنر. چو در بسته باشد چی داند کسی؟ که جوهر فروش است یا پیلور. تشکر. از کدام شاعران بیشتر شعرها از خود کردید؟ از ابو عبدالله ردکی، ابوالقاسم فردوسی، یوسف جان احمدزاده، لایق شیرالی و از دیگر شاعران بیشتر شعر از خود کرده‌ام. اینجا می توانید از ابو عبدالله رودکی پارچه شعری قرائت نمایید؟ بله. چون تیغ به دستاری مردم نتوان کشت، نزدیک خداوند بدی نیست فراموش. این تیغ نه از بهر ستمکاران کردند، انگور نه از بهر نبیذ است بچرخشت. عیسی بره دید یکی کشته فتاده، حیران شد و بگرفت به دندان سری انگشت. گفتا که کی را کشتی تا کشته شدی زار، تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت. انگشت مکن رنجه به در کفتن کس، تا کس نکند رنجه به در کفتنت مشت. تشکر. در زندگی شما که اینجا در صنف چهارم میخونید، الگوی دختری کلان هستید، در آینده همچون کی بودن میخواهید؟ کدام کسب رو انتخاب میکنید؟ من در آینده همچون مادرم مهربان بودن میخواهم. من در آینده میخواهم مکتب رو باباهای خوب و اعلی خوانده معلمه شوم و به خلق و وطن خود خدمت کنم. بسیار خوب است. معلمه کدام فن میشوید؟ میخواهم معلمه زبان و ادبیات شوم. و مثل معلمه خود که امروز شما را به آزمون آمادگی تیار کرده ایستادند. بله. ما از این منبری بلند به مادر نگار بانو و به معلمه ایشان که برای آماده شدن به آزمون کمک میکنند آماده کرده ایستادند امروز اظهار سپاس میکنیم و خیلی خوب است که یک شاگرد میخواهد به مثل آموزگار خود باشد و در آینده میخواهد همچون او به خلق و وطن خود خدمت بکند و میخواهد آموزگار بشود. درباره مادر خود حرف زدید، در خانه به شما گفتید که مادرتان بیشتر کمک میکنند. درباره مادر کدام شعرها میدونید؟ درباره مادر من شعرهای زیاده میدونم. میخواهم یکی از آنها رو قرائت کنم. میشنوید. در آن ساعت که دلگیرم، کجایی مادری پیرم، بیا بنمای تدبیرم که در گرداب تقدیرم. دلم خواهد نوازش های دستان تو را امروز، دلم خواهد نگاهی گرم چشمان تو را امروز. دلم خواهد دعایت را، دو دستت را چو دو بالی پرستوها، به سوی قبله بکشاده، خدا را از فلک ها بر زمین خوانده. گسیلم کرده ای بر راه های دور، سپس از پشت من گریسته ای در خود فرو مانده. چی میپرسی؟ تو از من بیشتر میدانی دنیا را و قسمت را، تو از من بیشتر میدانی صبح و شام دولت را. ولی من هر قدر از حکمت دنیا سبق خواندم، کتابی کهنه و نو را چو بالین زیر سر ماندم. فزون از تو جهان و زندگانی را ندانستم، کشش های زمین و آسمانی را ندانستم که در 100 سالگی هم باز همچون کودکی پرپیچ خواهم مرد. ندانستم که بعدی شیر پاکی تو فقط افسوس خواهم خورد. تشکر. بسیار قرائت زیبا، بسیار یک وصف زیبا است درباره مادر.
اینجا میخواستم با شعر نه با گفتاری بزرگان نه بلکه با زبانی خود چند سخن درباره مادر بگویید که مادر از نگاه نیگوره کیست؟ چگونه انسان است؟ مادر شما چگونه یک مادر هستند؟ مادر این فرشته روی زمین است. هستی همه ما از مادر است. زیرا او ما را به دنیا آورده با شیر صافش به وای میرساند. مادری من شخصی حلیم و مهربان هستند. آن کس به ما همه وقت غمخوار هستند. مادر این یک شخصیت است که ما با گفتن این سخن در پیش نظرمان چهره نورانی شخصی را میبینیم که دائم به ما غمخوار و مهربان است و با نوازش های گرم خود ما را به وای میرساند. اگر که اینجا مادر شما ما رو میبینند چه گفتنی دارید با مادرتان؟ چه گفتن میخواهید از این منبری بلند، از آینه نیمگونی خود با مادر خود چی میگویید؟ به مادر خود از اینجا گفتنی هستم، مننداری خود را میرسانم که به من در آزمون یاری میرسانند و دائم به من غمخوار هستند. برای اشتراک در آزمون به نیگوره یاری میرسانند و میگویند دای ما در خانه مهربان هستند و همین غمخواری و مهربانی مادر است که فرزند میتواند به قله بلند برسد، میتواند به هر مرادی خویش برسد. اگر که فرزند بداند که دست نرم پدر و مادر بالای سری اوست، دستان پدر دستش را میگیرد، مهربانی مادر همیشه سرش را سیله میکند، پس در زندگی میتواند همیشه موفق باشد و هر کجای میخواهد قدم بزند. آن قدم قدم استوار است و میتواند به خود باوری داشته باشد. ما نیز تمنای آن را داریم که همین باوری هایتان باعث افتخار و باعث سرفرازی و باعث موفقیت هایتان بگردد. در شرط آزمون جمهوری فروغ صبحی دانای کتاب است، گفتنی لغت هست آنجا و ضرب المثل و مقال ها است، لطیفه است، چیستان و تزگویک است. بله، اینجا برای همسالان خود کدام چیستان را پیشنهاد میکنید؟ گل دیدم که آن بخار باشد، نه در دشت و نه در بازار باشد، نه کس او را خرد نه کس فروشد، همیشه در سرش بازار باشد. تماشابینان خردسالی ما همین چیستان را شما پاسخش را میدانید؟ اگر که میدونید با اون نفرانی که کنار شما هستند بگویید. اینجا پاسخ را از نگاره میشنویم و با پاسخ خود شما مقایسه بکنید و بفهمید که دانش شما تا کدام سطح هست و شما این چیستان را آیا میدونید؟ اگر که میدونید پس پاسخش را میشنویم. جواب این چیستان علم است. علم است. اگر که شما نیز علم گفتید پس پاسختان درست است. نگاره لطیفه چی؟ لطیفه نیست میدونید؟ بله، من لطیفه میدونم. برای تماشابینان ما بهر خوشحالی کدام لطیفه را پیشنهاد میکنید؟ من میخوام لطیفه بیبی و نبره را گویم. بیبی نبره خود را تربیت دادنی شده میگوید: انور جان، وقتی سلفیدن دستت را به دهانت بر. انور میگوید: بیبی جان شما نترسید، دندانهای من مثل دندانهای شما پریده نمیروند. سلامت باشید. تشکری زیاد. بار دیگر یادرس میشویم که شما برنامه استعداد را تماشا دارید از تلویزیون سیما. مهمان امروزه برنامه ما باشند غالب دوری شهری آزمون شاهنامه خوانی، خواننده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 71 و اشتراکچی آزمون فروغ صبحی دانای کتاب است. نیگاره بابانیوز و بار دیگر خوش آمدید. در فرجام برنامه به همسالان خود چی گفتنی دارید؟ من به همسالان خود توصیه میدیم که به این گونه برنامه‌های تلویزیونی آمده اشتراک کنند و دانش خود را صیقل دهند. همزمان در آزمون‌ها اشتراک بکنند، کتابی بیشتر بخوانند، زیرا که خواندن کتاب شما را از راه بد باز می‌دارد، دانش شما را زیاد می‌گرداند،
شما صاحب علم و معرفت میگردید و ما نیز طرفداری آن هستیم که همه نورسان، همه کودکان و جوانان کتاب بخوانند، علم ازبر بکنند، برای پیشرفت کشور سهمگذار باشند. به شما نیز در آزمونی که در پیش ایستاده است موفقیت خواهان هستیم و باوری کامل داریم که در برنامه بعدی از غالبیت شما در آزمون نوبتی حرف خواهیم زد و باز هم با شما مهمان تماشابینان عزیز خواهیم بود. در اینجا باشد با شما خداحافظی میکنیم و یادرس میشوم اگر شما نیز میخواهید در چنین برنامه اشتراک بکنید، دانش خود را بسنجید و ملکه و مهارت سخنوری خود را صیقل بدهید، پس مرحمت به برنامه ما آمده اشتراک بکنید و دانش خود را صیقل داده و خود را بسنجید. تا برنامه های دیگر عزیزان، خیر.